بحث امروزی ما در مورد 6 چیزی که در بین زن و شوهر محبت ایجاد می کند یا رابطه زن و شوهری را مستحکمتر و استوارتر نگاه می کند. میخوایم خدمت عزیزان بیان بکنیم. بسیار از فامیل ها یا بسیار از دوستان شکایت از این دارند که روابطی بین زن و شوهری روابط دوستانه نیست یا به اساس مهر و محبت نیست، یا جنجال های فامیلی و خانوادگی بی اندازه زیاد هست، از اونجایی که حتی بسیار منجر به شده که از هم جدا بشن و به اصطلاح طلاق بگیرن از هم دیگر. امروز میخوایم خدمت عزیزان این نکات را اشاره بکنم. اولین چیزی که اساس مستحکم شدن و اساس به اصطلاح بهتر شدن رابطه بین زن و شوهر می شود احترام متقابل هست، که هم از لحاظ دین مهم است، هم از لحاظ عرفی، هم از لحاظ تجربه ثابت شده است که این قضیه خیلی مهم است. بنابراین بسیار از ما فکر میکنن که زن یک کنیز است از بازار خریدن آوردن به خانه، یا یک مزدورکار است که آوردن به خانه، خلاص بالایش پول دادن، حالا دیگه هر قسمی که میخوان برش توهین بکنن، تحقیر بکنن، هر قسم میخوان امرایش رفتار بکنن. یعنی هیچ دیگه برشان مهم نیست که هم انسان است مثل خودتان، در حالی که دین ما به ما میگه، قرآن ما به ما میگه که زنم مثل مرد است، ولهن مثل الذی علیهن، اونها هم مثل شما هستن. یا پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم در حدیث میگه النساء شقایق الرجال، زن از وجود مرد است، خودم مرد است. قرآن میگه از من انفسکم، از نفس خودتان است، از جنس خودتان است. بنابراین اولین چیزی که رابطه را مستحکمتر میکنه، مهر و محبت ایجاد میکنه بین زن و شوهر، حرمت به احترام متقابل هست. نمیشه که به اصطلاح شوهر هر قسمی میخواد توهین بکنه، لطوکوبش بکنه، تحقیرش بکنه، دشنامش بده، باز توقع داشته باشه که خانم ازش به اصطلاح هم اطاعت بکنه، هم برش حرمت بگذاره. در حالی که ما یک قاعده داریم، من احترم یحترم، کسی که احترام بکنه احترام میشود. شما اگر به همسرتون حرمت قائل بشوید، احترام قائل بشوید، فردا فرزندانتان هم برای شما احترام میگذارن و ناخودآگاه همسرتان هم برای شما حرمت قائل میشود. اما اگر خودت بی حرمتی کردی، توهینش کردی، تحقیرش کردی، بس فردا او هم عکس العمل نشان میده به شما. بنابراین اولین کاری که می توانید به خاطر مستحکم شدن روابط زن و شوهری انجام بدهید احترام متقابل است. دومش مشوره گرفتن از همسر است، یک چیزی که هم در دین ما پسندیده است. تعجب میکنم من به حال کسانی که میگه مگر از زنم میشه که آدم مشوره بگیری یا نظر بخوای. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم با وجودی که از فوق آسمان ها از جانب الله سبحانه و تعالی برایش وحی میآید، پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقیما الله برش دستور میده، ولی بازم پیامبر از همسرش مشورت میگیره، از همسرانش نظر میخواد. و شما میدانید در قضیه صلح حدیبیه در یک حالتی در یک تنگنای پیامبر قرار میگیره صلی الله علیه و سلم که فکر کنی کل غم های دنیا بالای پیامبر آمده. یعنی در نهایت یک وضعیتی همسرش برش مشورت میده، با مشوره همسرش از این مشکلات نجات پیدا میکنه، یعنی در جریان صلح حدیبیه. بنابراین از همسرتان مشوره گرفتن، یعنی حقیقتا شما به ارزش قائل شدید، او را من حیث یک انسان فهمیده، با دانش، آگاه، او را برای شخصیت قائل شدید، ازش نظر بخواید در کارها. البته کارهای بخصوص که مربوط به تربیت فرزند میشه، مربوط به اصطلاح به نامگذاری فرزند میشه، مربوط به تولد فرزند میشه، مربوط به اصطلاح به درس و تحصیل فرزند میشه، مربوط به خانواده میشه، مربوط به زندگی مشترک میشه. این لازم و ضروری است که شما از همسرتان مشورت بخواید و این مشورت خواستن از همسرتان سبب میشه که تا مهر و محبت شما و رابطه شما بیشتر مستحکم بشه. این دومین کار. سومین چیزی که سبب ایجاد مستحکم شدن رابطه بین زن و شوهر به محبت میشه، میدانید چی هست؟ که اینم از جمله قضایای مهم است. همکاری کردن با همسرتان است. وقتی میبینید مریض است، در بستر افتاده است، مصروف اولاد است، میدانید به اصطلاح میهمانداری است، در خانه با مشکلات قرار داره، با همسرتان همکار باشید. ولی متاسفانه از من گرفته تا اکثریت ما وقتی این حرفا رو مطرح میکنیم عمل نمیکنیم. کاش ما عمل میکردیم به جای حرف خوب گفتن. الا حرف خوب در روی هر دیوار هم نوشته است، ولی مهم است که عمل بکنیم، رو تطبیق بکنیم در زندگی. هر کدام ما و شما. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و سلم با همسرانش رفیق است، دوست است، مهربان است، همکار است. خود پیغمبر کالایش شسته، به اصطلاح دوخته، خانه تمیز کرده، به اصطلاح غذا تهیه کرده، با همسرانش همکار بوده. این به این معنا نیست که همسران پیغمبر تنبل بودن، الیاذ بالله، به اصطلاح نمیتونستن کار خانه را انجام بدن یا غفلت میکردن. نه، بلکه چون معلم ما بوده، معلم بشریت بوده، به خاطر تعلیم به ما نشان داده که ما هم باید آن گونه تعامل بکنیم و برخورد بکنیم که خود پیغمبر
با همسرانش برخورد کرده. بنابراین همکاری با همسر سبب میشه تا به اصطلاح رابطه شما بهتر بشه و مستحکمتر بشه، مهر و محبت ایجاد بشه. و چهارم هدیه دادن با همسر است، چیزی که در زندگی ما نیست. متاسفانه امروز ما حاضریم با دوستان ما، رفقای ما، هزارها نفر دیگه هدیه بدیم، اونم هدیه های گرانبها، میمانی های بسیار خوب، فوق العاده. ولی آیا شده تا حال خودت پرسان بکنی، از خودت سوال بکنی، بازار رفتی همه خرید کردی، 10,000 20,000 خرید کردی، $1,000 $2,000 خرید کردی، شده حداقل یک تحفه کوچک با همسرت هم خرید بکنی بیاری دستش بدی که همسر عزیزم اینم هدیه برای خودت است؟ شده این کار؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند در بین مجموعه از انسان‌ها 3 چیز میگه رابطه اونها را تنظیم میکنه. یکی سلام دادن است، دیگری با نامی که خوش داره صدا کردنش است، دوست داره که با کدام نامی صدا بکنی، و سوم هدیه دادن است. یعنی این سبب میشه که در بین انسان‌ها مهر و محبت ایجاد بشه، به خصوص بین زن و شوهر. هدیه دادن با همسرتان. حالا مهم نیست این هدیه فقط همیشه گوشواره باشه، گلوبند باشه، طلا باشه، چوره باشه، هر چی که باشه، نه. ولی اگر حتی دانه میوه هم باشه، شیرینی باشه از بازار، یک چیز کوچک باشه، وقتی تو خودت این حس برای خودت میدی، از بازار رو خرید میکنی میاری میگه همسر عزیزم این هدیه را برای خودت آوردم، میدونی چقدر در درونش خوشحال میشه. بنابراین این چهارمین چیزی که رابطه زن و شوهر مستحکم میکنه و به اصطلاح مهر و محبت ایجاد میکنه هدیه دادن است. اول احترام متقابل، دوم مشوره، سوم همکاری کردن، چهارمش هدیه دادن، پنجم اظهار علاقه با همسر. متاسفانه جوانان ما امروز هزارها جان و جگر و نفس و قند گفته روان هستند برای دخترای دیگر و دخترها برای پسرای دیگر روان است، از طریق مسنجر و واتساپ و نمیفهم وسایل ارتباطات جمعی. ولی چرا با همسرتان اظهار علاقه نمی کنید؟ ما مسئولیت داریم. پدر و مادر مسئولن از لحاظ دین با فرزندشان اظهار علاقه باید داشته باشن، اظهار محبت بکنن. هر محبت سر جای خودش است. آیا شما میدونید وقتی یک پدر دست میکشه سر فرزندش، موهایش دست میکشه، او را نوازشش میده، فرزند عزیزم، چقدر او در دل رشد میکنه، خوشحال میشه، در ذهنش حتی در آرامش فکری او چقدر تاثیر داره. وقتی یک همسر برای خانمش، یک شوهر برای خانمش، یک خانم برای شوهرش اظهار علاقه بکن، این جملات گفتنش عیب نیست، شرم نیست. دیگران از دروغشان نمیشرمن، خجالت نمیکشن، شما چرا از صداقتتان بشرمید؟ دیگران از اظهار علاقه کردن با روابط نامشروع خجالت نمیکشن، چرا شما از رابطه مشروع که به اساس اسلام ازدواج بوده، اگر همسرتان نوازش بدهید، برش اظهار علاقه بکنید، اینقدر دوست دارم، عزیزم هستی، جانم هستی، چی میشه؟ نه برق مصرف داره، نه کردیت مصرف داره، نه به اصطلاح بیل گاز و برق میای، هیچ چیزی مصرف نداره. این رابطه شما را مستحکم میسازه، زندگیتان را برابر میسازه، مهر و محبت ایجاد میکنه. اما بسیار منجمدن، ایج مثل یک مجسمه داخل خانه نشسته، خلاص هیچ حرکتی نداره، در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم خودش همسرانشه، به همسرانش اظهار علاقه میکنه. به جایی میرسه قضیه که یک روز یکی از همسرانش پرسان میکنه یا رسول الله کدام یکی ما را بیشتر دوست داری؟ از زنان چه کسی را؟ صحابه حتی پرسان میکنه یا رسول الله از زنان کیه بیشتر دوست داری؟ از مردان کیه بیشتر دوست داری؟ این که حرف زشت نیست، کار خوبی است. با همسرتان اظهار آنقدر برش مهر و محبت نشان بدهید، آنقدر سیرابش کنید، آنقدر نوازشش بدهید که هیچ خالیگی در فکر و در ذهنش باقی نماند، تا جایی برای نفوذ کردن کسی دیگری باقی نماند. این پنجمین چیزی که وسیله مهر و محبت و یا خوب شدن رابطه بین زن و شوهر میشه که متاسفانه بسیار خجالت میکشن از این قضیه. و ششم، آخرین چیزی که وسیله مستحکم شدن رابطه میشه، با نام و با لقبی که همسرتان دوست داره او را صدا بکنید. اینم در حدیث است. شما میدانید نام حضرت ام المؤمنین عایشه هست، عایشه نامش عایشه هست رضی الله تعالی عنها، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم برش حمیرا لقب داده، او را به نام حمیرا صدا میکنه. حمیرا معناهای مختلف داره، تعبیرهای مختلف داره.